بنده حقیر بارها اخطار داده بودم. گفته بودم که این آزمایش‌های تیرکمانی ممکن است حساسیت روستاهای مجاور را زیاد کنندی و ما را بتحریمند. این تحریم ها زندگی اهالی فینیتو را سخت می کنندی. باید با عوامل شیطنت های تیرکمانی برخورد شوندی. کت خدا آقا، کارخونه قند تو کلامت. میگم هم تیر و هم کمون که دست خودتون بود. مگه میشه بدون اجازه شما آزمایش کردندی؟ بله، بنده بارها عرض کرده بودم. گفتم که این مسئله برگام یک قوز بالاقوز خواهد شد. کت خدا آقا، بازم ببخشیدم، این برگام رو هم که خودتون گیر دادین امضا کنیم. اینا ببین، این مگه انگشت شما نیست؟ بله، این شلار و سایر ارزها بنده بسیار اخطار داده بودم. مشکل در مدیران است. باید شلشل و فرفر را عوض کنیم. کت خدا آقا، فرفن و شلشلو که خودتون نصب کردندی. عجب گیری کردیم. اصلا میدونی چیه؟ بنده حقیر جسم ناقصی دارم. خب حالا یکم گریه کنین تا بحث عوض بشه. 40 ساله میخوای با روزه حرفت عوض کنی، اما نمیشه آقا، نمیشه.